مشارکت عمومی صورت گرفت. نظریات گروه‌های مختلف مردمی جذب شد، آنالیز شد و ناظرینشون هم مشخص شدن و مردم حالا میخوان بدونن که خب قراره کی این سند رو بنویسه. آیا ما باید این نماینده ها رو طی یک فرآیند انتخاباتی انتخابشون کنیم و برن و یک جایی اون سند قانون اساسی رو تنظیم بکنن، یا نه میشه گزینه‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه؟ در واقع نسخه‌های مختلفی میشه نوشت برای چنین موقعیتی، بستگی به شرایط اون کشور و بحران‌هایی داره که از سر گذرونده. اگر کشور دچار بحران‌های حادی باشه، بحران اقتصادی، اجتماعی، یا از یک انقلاب یا یک کودتا یا یک فرایند سنگینی بیرون اومده باشه و گروه‌های مختلف و اپوزیسیون‌های مختلفی وجود داشته باشن، معمولاً کنفرانس‌های ملی این مسیر رو طراحی میکنن. یعنی چی؟ یعنی گروه‌های مختلفی از اپوزیسیون یا مردم که حتی میتونه تا 700 نفر عضو داشته باشه، طی چند روز، طی یک فرآیند خیلی سریع دور هم جمع میشن و از میون خودشون که گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی هستن یه افرادی رو انتخاب میکنن و اون افراد مسئول نوشتن و تدوین پیشنویس قانون اساسی میشن. ممکنم هست نه مردم در طی یک فرآیند انتخابی نمایندگان و مجلس مؤسسان خودشون رو انتخاب بکنن و اون نماینده ها مسئول نوشتن قانون اساسی جدید بشن. گاهی وقتا همون نمایندگان پارلمان این کار رو انجام میدن که خب معمولا تو کشورهایی که از پیچیدگی‌های مختلفی بیرون اومدن این اتفاق نمیفته. بنابراین تدوین قانون اساسی و انتخاب کسانی که قراره که این قانون اساسی رو بنویسن خیلی خیلی مهم و تعیین کننده است. باید تا اونجایی که میشه از سیاسی کاری دور بشه. حتی پیشنهاد میدن حتی اگر نمایندگانی رو انتخاب کردین یا احزاب نماینده خودشون رو داشتن، شما ننویسینش، بدینش دست یک گروهی از کارشناسان و متخصصین مستقل و بی‌طرف تا اونها بنویسن و بعد شما مصوبش کنید.